بچه‌ها، علیم. امروز میخوام خیلی سریع رک بهتون بگم که شرایط اولیه واسه تریدر شدن و چقدر واقعا زمان نیاز داره واسه ترید رو بهتون بگم. ترید کار سختیه، کار آسونی نیست. انقدر سخت نیست که نشه انجامش بدی. فقط نیاز به تمرکز، نظم و زمان داره. شرایط اولیه ترید اینه که شما نیاز به یک سیستم خیلی معمولی دارید، نرمال دارید و مدیریت سرمایه، مدیریت احساسات و صبر، که من خودم فعلا درگیر صبر هستم و یه کمی هم مدیریت احساساتم کم دارم روی این دوتا کار میکنم. ترید جوری نیست که شما فکر کنید داخل 2 هفته یا 100 روز میتونید تریدر بشید. نه، اگه همچین فکری رو میکنید بی خیال ترید بشید. ترید حداقل 3 تا 6 ماه، بعضی وقتا هم تا 1 سال زمان میبره که شما بتونید روی یک استراتژی مسلط بشید. حالا چندین استراتژی که بماند دیگه. و اینایی که بهتون میگن داخل پکیج ها بهتون میگن که من میتونم داخل 6 ماه تو رو به یک جایی برسونم با چندین استراتژی و اینطور چیزا، اینا همش حرف مفته. من خودم روزی 2 تا الی 3 ساعت زمان میذارم واسه تمرینم، نه به خاطر اینکه مجبورم. البته بعضی وقتا تا 4 و 5 ساعت هم زمان میذارم موقعی که بیکار میشم. روزی 3-4 ساعت، حالا 2 تا 3 ساعت زمان میذارم، نه اینکه مجبورم، به خاطر اینکه میخوام روی استراتژی تسلط بیشتری داشته باشم. روی دمو کار میکنم و بهترین راه واسه پیشرفت کردن توی ترید هم تمرینه. تمرین. ببین بچه ها، اگه میخوای یک تریدر واقعی بشین یا تریدر خوب بشین، باید تمرین کنین. روی لایو مارکت تمرین کنین. لایو واقعا کمکتون میکنه توی بک تست. اصلا خیلی چیزا رو شما نمیبینید. من خیلی وقتا مثلا تو پکیج هایی که آموزش میدیدم، خیلی مثلا روی بک تست که امتحان میکردم خیلی جواب میداد، اما وقتی که وارد لایو مارکت میشی میبینی اصلا هیچ به درد نمیخوره، اصلا هیچ کدومشون جواب نمیده. شما باید روی لایو مارکت بتونید تمرین کنید و من خودم دارم تمریناتمو از صفر شروع کردم. ایشالله واسهتون تمریناتمو هم میگیرم به اشتراک میذارم که اشتباهاتم هم میذارم. خیلی از اشتباهاتی که میذارم حتما به دردتون میخوره. تک به تک اشتباهاتی که توی لایو انجام دادم رو بهتون میذارم، بهتون میگم و مطمئنم به دردتون میخوره. مخصوصا اون تپش قلب هایی که به وسط استاپ هایی که میخوردم، اون خیلی واقعا به دردتون میخوره.